به پیوست آموزش قبلیمون و برای اینکه درسی که داریم آموزش میدیم، یعنی در واقع کلاس هایی که داریم اجرا میکنیم، اون درک بالایی رو به کاربر ارائه بده، مجبور هستیم که از یک تعداد نرم افزارهای گرافیکی و شبیه ساز استفاده بکنیم که این کار رو برای دوستان سهل بکنه. حالا نسبت به کلیپ قبلی که فرستادم و به پیوست اون خدمتتون عرض میکنم که ثوابت کمربند خیالی است از یه مجموعه صور فلکی که مجموعه بسیار بسیار عظیمی از ستارگان هستند که به صورت خیالی حول محور 360 درجه‌ای که دور افلاک قرار گرفته و گفتیم که از یک مجموعه فاصله خاصی در حال به قول معروف چیدمان هستند که از لحاظ دید ظاهر بین ما خب و از لحاظ حرکت وضعی زمین که منجر به ایجاد طول شبان و روز میشه، یعنی روز و شب میشه، خب در آسمان شب قابل به رؤیت هست، با اینکه در آسمان روز هم هستند اینها، منتها به خاطر شدت بالای نور خورشید ما این ستارگان رو در روز نمیبینیم و بعضا تصور دوستان ممکنه بر این باشه که در روز اینها وجود ندارن. نه، اینها در بعد خاصی قرار گرفتن که چه در روز و چه در شب قابل به رؤیت هستند. منتها گفتم در روز نسبت به شدت نور خورشید قابل به رؤیت نیستند و در شب هم نسبت به حرکت وضعی زمین هست که ما اینها رو محرک میبینیم. در کل به پیوست کلیپ قبلی باید خدمتتون عرض بکنم که ما نسبت به جایگاهی که در کره زمین داریم، مثال میگم نقطه A یا نقطه B یا هر نقطه دیگه‌ای که در این کره فرض بکنیم، یعنی کره زمین فرض بکنیم، بعد و میل ستاره‌ای که میخوایم اون رو مشاهده بکنیم که در لحاظ اختر فیزیکی بهشون آزیموت گفته میشه، خب این آزیموت تغییر پیدا میکنه نسبت به دید ناظر زمینی. وقتی که یک شخصی در یک شهری از عرض خاص جغرافیایی قرار گرفته و داره این ستارگان رو رصد میکنه، عملا داره اون بعد آزیموتی که از چشم خودش نسبت به عرض و نسبت به موقعیت جغرافیایی، یعنی مختصات سماوی که ایجاد کرده، داره مشاهده میکنه. خب مثال میگم، ممکنه یکی در آمریکا نگاه کنه به این ستاره ها، ممکنه یکی در ایران نگاه کنه. بعد دیدی اینها از لحاظ زمانی، از لحاظ مکانی و از لحاظ مختصاتی این اجسام سماوی متفاوته و این طبیعت و زیبایی نجوم رو نشون میده که نجوم ما بر اساس دید ناظر هست، یعنی با اینکه خورشید محوری سیستم تفسیری ما، منتها بر اساس دید ناظر زمینی هست و این کیفیت میبخشه به داستان و این نجوم رو متمایز میکنه و منحصرا به یک بعد خاصی میکشونه اون چیزی که ما میخوایم برای دوستان ارائه بدیم.